سرخط خبرها: چین 42 جنگنده پیشرفته جیده را به افغانستان می دهد. آغاز فصل تازه در توان نظامی کابل. روسیه و آمریکا در یک قدمی درگیری. مدودوف هشدار داد ترامپ در مسیر جنگ با روسیه گام برمی دارد. و اخطار بی سابقه ترامپ و اسرائیل. اسرائیل کل حمایت آمریکا را از دست می دهد. مشروع خبرها: منابع معتبر نظامی گزارش دادند که دولت چین در آستانه امضای توافق بزرگ با افغانستان است که بر اساس آن 42 فرون جنگنده نسل جدید جیده به نیروی هوایی افغانستان تحویل داده خواهد شد. این جنگنده ها که بر رادارهای پیشرفته سیستم هدفگیری لیزری و توان پرواز در شرایط سخت مجهز هستند، می توانند موازنه قدرت هوایی در منطقه را به نفع کابل تغییر دهند. تحلیلگران نظامی میگویند با دریافت این هواپیماها افغانستان برای نخستین بار پس از دهه‌ها صاحب نیروی هوایی مدرن و مستقل می شود. گفته می شود خلبانان افغان همکنون در یکی از پایگاه‌های هوایی چین در حال آموزش هستند. در همین حال منابع دیپلماتیک هشدار دادند که این اقدام ممکن است باعث نگرانی در اسلام آباد و دهلی نو شود، زیرا هر دو کشور به دقت تحرکات نظامی در افغانستان را زیر نظر دارند. اگر این قرارداد رسما امضا شود، می تواند نشانه ای از تعمیق روابط استراتژیک میان پکن و کابل با آغاز مرحله جدید از رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه باشد. روسیه و آمریکا در یک قدمی درگیری. مدودوف هشدار داد ترامپ در مسیر جنگ با روسیه گام برمی دارد. دیمتری مدودوف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه، با انتقاد شدید از تحریم‌های جدید آمریکا این اقدامات را معادل عمل جنگی علیه مسکو دانست و گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اکنون به طور کامل در مسیر جنگ با روسیه قرار دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مدودوف پنجشنبه در پیام تلگرام نوشت ایالات متحده رقیب ماست و این سال طلب پرحرفشان اکنون به طور کامل وارد مسیر جنگ با روسیه شده است. او افزود تصمیمات گرفته شده علیه روسیه معادل اقدام جنگی است و حالات را هم به طور کامل با اروپا همسو ساخته است. وزارت خارجه روسیه نیز تحریم‌های جدید آمریکا را ادامه سیاست‌های دولت پیشین جو بایدن دانست و پیش‌بینی کرد که این اقدامات به شکست سنگین منجر خواهد شد. ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست خبری در مسکو هشدار داد تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی این کشور پیامدهای معکوس بر تحقق صلح در اوکراین خواهد داشت. او افزود اهداف روسیه در این جنگ تغییر نکرده و لازم است بر ریشه‌های اصلی درگیری پرداخته شود. با وجود این تنش‌ها، مسکو اعلام کرده همچنان آماده ادامه تماس‌های دیپلماتیک با واشنگتن است، موضوعی که بیشتر نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مورد تایید قرار گرفته بود. روبیو گفته بود ایالات متحده همچنان خواستار گفتگو با روسیه است. اخطار بی سابقه ترامپ و اسرائیل. اسرائیل کل حمایت آمریکا را از دست می دهد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای تاکید کرد که با طرح اسرائیل برای الحاق کرانه باختری مخالف است و در صورت اجرای آن طلایه کل حمایت واشنگتن را از دست خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه با مجله تایم انگلیس در پاسخ به سوال درباره اعضای کابینه اسرائیل که به دنبال الحاق کل یا بخش‌هایی از کرانه باختری هستند با تاکید و چند بار تکرار گفت این اتفاق نخواهد افتاد، چون من به کشورهای عربی قول دادم و اکنون نمیتوانند این کار را کرد. ما حمایت گسترده کشورهای عربی را داشتیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اسرائیل تمام حمایت ایالات متحده را از دست خواهد داد. تهدید ترامپ در این مصاحبه درباره توافق غزه که مربوط به بیش از یک هفته پیش یعنی 23 میزان است و امروز منتشر شده، در حال مطرح شده است که دیروز اسرائیل به پیشبرد
الحاق کرانه باختری اشغال رأی مثبت داد. بارا گراویت خبرنگار اسرائیلی تارنمای آمریکای آکسیوس از جدار رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل خبر داد و از قول یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که اگر نتانیاهو توافق را به شکست بکشاند، دونالد ترامپ نیز نتانیاهو را ناکام خواهد گذاشت و سرنگون خواهد کرد. صبر پوتین در برابر ترامپ تمام شد. خط نشان رئیس جمهور روسیه برای آمریکا. رئیس جمهور روسیه با انتقاد از اقدام دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسی گفت از نظر سیاسی این اقدام غیر دوستانه نسبت به روسیه است و روابط مسکو و واشنگتن که به تازگی روند بهبود را آغاز کرده است تقویت نمی‌کند. ولادیمیر پوتین شامگاه پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مسکو افزود دولت ایالات متحده با انجام چنین اقدامات به روابط روسیه و آمریکا آسیب می‌رساند. خبرنگار از رئیس جمهور روسیه درباره سخنان ترامپ در زمینه لغو دیدار با پوتین و اعمال تحریم‌های جدید آمریکا پرسیده و گفته بود اتحادیه اروپا تحریم‌های ضد روسی بیشتر اعمال کرد و خرید توالت اسباب بازی‌های موتوری، پازل و سه چرخه اکنون ممنوع شدند. چه توضیحی دارید؟ پوتین در پاسخ گفت لغو خرید توالت‌های ما تولید شده در روسیه برای آنها بسیار گران تمام خواهد شد. در واقع فکر می‌کنم اگر این سیاست را نسبت به فدراسیون روسیه ادامه دهند در شرایط فعلی واقعاً به این محصولات نیاز خواهند داشت. نتانیاهو عقب نشینی کرد. دستور توقف بررسی طرح‌های الحاق کرانه باختری صادر شد. روزنامه هارتز اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور داد بررسی‌های طرح‌های مربوط به اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری و شهرک مالی ادمومی متوقف شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای در تلاش برای فرار از مسئولیت تصویب مقدماتی طرح الحاق کرانه باختری اعلام کرد. رأیگیری اخیر پارلمان درباره الحاق این مناطق اقدام تحریک‌آمیز و سوی احزاب مخالف بوده است که هدف آن ایجاد شکاف سیاسی در زمان حضور معاون رئیس جمهور آمریکا در سرزمین‌های اشغالی بوده است. بیشتر شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که پارلمان روز چهارشنبه در مرحله مقدماتی طرح به اصطلاح اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را تصویب کرد. این طرح با 25 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف به تصویب رسید. بر پایه گزارش‌ها این منسوب به منزله آغاز روند قانونی برای اعمال حاکمیت کامل اسرائیل بر مناطق اشغال کرانه باختری است. اقدامی که با مخالفت گسترده فلسطینیان و جامعه بین المللی روبرو خواهد شد. این اقدام بخشی از تلاش جناح راست افراطی در کابینه بنیامین نتانیاهو برای تسریع روند الحاق کامل کرانه باختری و ایجاد وضعیت دائمی شهرک‌های یهودی نشین توصیف می شود. این تصمیم اسرائیل واکنش گسترده کشورهای عربی و طرفهای بین المللی و حتی آمریکا به عنوان همپیمانان این رژیم را به همراه داشته است. این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر خدا نگهدار.